حالا در اکثر تابلوهای نقطه پیازفروشی بازار پنجشنبه شهر خوجند نرخ پیاز نظر به یک ماه قبل یک برابر ارزانتر نوشته شده است. تا اولی ماه اوگوست اگر نرخ 1 کیلوگرم پیاز تا مرز 8 سامانی نزدیک بود، حالا عمدتاً 3 یا 4 سامانی فروخته می شود. ولی تاجران میگویند به دوامدار بودن این وضع پیشگویی کردن نمی توانند. اكو همین زمستان با همین گفتی اكو وها نرخ‌های پیاز نمیفروخت امسال نمیفروخت پیاز و اکثریت کم پیاز هم اكو وها و هم تونه کم هم کشتکار کم شده. اولی همین ماه مقامات تاجیک در پی 4 برابر بالا رفتن نرخ پیاز در بازارها صادرات این نوع محصولات کشاورزی را به خارج منع کردند. در خدمات گمرکی ولایت سوق گفتند که این امر از سوی حکومت صادر گشته است. محصولات کشاورزی تاجیکستان از راه زمینی و طریق ولایت سوق اکثرا به روسیه انتقال می‌یابد. من کدنو کم مونده. ول برام. هر سال 40% برات، امسال 70% برات. در نشست خبری ریاست منطقه‌ای گمرک ولایت سوق به خبرنگاران گفتند که در نیم سال 66,000 تانه پیاز به خارج صادر شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 10,000 تانه کمتر است. ولی مسئولان ریاست کشاورزی ولایت سوق گفته بودند که امسال صادرات پیاز از شمال تاجیکستان نظر به سالهای پیش 2 برابر زیادتر شده است. کشاورزان میگویند سبب اساسی گرانی پیاز به نرخ دارو و سوزشواری هم ربط میگیرد. همچنین میدان کشتی آن کم شده، آب و هوا نیز نامساعد آمده است. معروف شریفیان سردار ریاست کشاورزی سوق گفت کشتی پیاز نسبت به سال گذشته 1000 گکتار کم شد. این را تاجران نیز تصدیق میکنند. دهقانان و تاجران در صحبت‌های بدون ثبت به ما گفتند سالهای قبلی کشتی پیاز زیاد بود و نرخش هم خیلی پایین رفت. خریدار اكو حساب سال بالانسویش گام میزنن و اكو اینا مهنتش قهین اینا اوبان پول کی دوریان پول کی قیمت کن کارگرا قیمت دادی روز 60 سوم کار میکند همین صبح ما کن دقیقاً با این همین دو نیم فرودگار دقیقاً هم چود نمیتیا اکثر دقیقاً همین سال کن حسابی چند سال بانکروت شده که اوشون وای نکردن دقیقاً کارتی پیاز اکو وای کده با جای پیاز پخته جواری مکه همین هویا اکو وای کده. در بازار پنجشنبه شهر خوجند خریداران پیاز هنوز هم کم به نظر میرسند. ساکنان تا به این حد بلند شدن نرخ پیاز را در چند سال اخیر مشاهده نکرده بودند و از دوام کردن گرانی ها نگران هستند. چند پیش سازمان ملل متحد گفت که نرخ پیاز که غذای تاجیکان را به آن تصور کردن سخت است، بیشتر از 192% بالا رفته است. جمعیت تاجیک مطلوبات که قرار است با نرخ‌های بلند بازار تاثیر رساند، گفته است که پایین‌روی نرخ پیاز در تاجیکستان احتمال نزدیکتر به زمستان سال جاری صورت گیرد. کشاورزان و تاجران سوخت هم باور دارند که کشت تیر ماهی پیاز نرخ را پایین خواهد آورد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.